سلام علیکم آقای ترشاوی، خوب هستین؟ ممنون و متشکر آقای احمد، بفرمایید. من یک سوال داشتم میخواستم جواب بدین، اگر جواب بدین ممنون میشم. بفرمایید، در حد توان من باشه در خدمتتون هستم، بفرمایید. شما حدیثی هست از پیغمبر میگه که بعد از رحلت من امت من به 72 فرقه تقسیم خواهد شد، درسته؟ بله بله. نه حالا ما شیعه ها کنار، خب بله. میگه در پایان حدیث میگه که از این 72 فرقه یک فرقه اهل بهشتن، درسته؟ کاملا. من میخواستم ببینم شما چهار فرقه اصلیتون کدوم یکیتون اهل بهشتین؟ عرض به حضورتون حالا شما. ما شیعه ها کنار، ببین خب آقای احمد، شیعه ها کنار. آقای احمد، بله بفرمایید. آقای احمد، بفرمایید. ما دو تا مقوله داریم در اصطلاحات اسلامی، یکی فرقه هست، یکی مذهب هست. فرقه به اون گروهی میگن که با سایر مسلمانان و با گروه‌های دیگر اسلامی اختلاف اعتقادی داشته باشه، فکری داشته باشه. مثل اینکه مثلا شیعه میگوید اجازه بده آقای احمد، اجازه بده آقای احمد، آقای احمد اجازه بده آقای احمد، آقای احمد 72 فرقه ای که میگه یک فرقه شیعه است. شیعه خودش 72 تا بیشتره. اجازه بده آقای احمد، ما اصطلاحات رو سوال منو گوش کن، تفرانه رو گوش کن. این 72 فرقه یک فرقه شیعه ها هستن، حالا با چند قسمت شدن ما کار به شیعه ها کلش نداریم، متوجه هستین؟ بله. از این 72 فرقه 4 فرقه است که شما این که الان 4 تا مذهب مختلف خب دارین. الان دارید تکرار میکنید آقای احمد سوالت رو. الان آقای احمد شما دارید گفته یک فرقه از این 72 فرقه یک فرقه اهل بهشتن. درست. حالا میخوام ببینم شما 4 فرقه ای که دارین، حنبلی و نمیدونم چند تا فرقه دارین، کدوم یکی دن اهل بهشتین؟ شما برای ما مشخص کنین که خب حالا اجازه بده، شما خودتون بگین کدوم یکی دن اهل بهشتین. خب اجازه بده آقای احمد، حالا اجازه بده حالا اجازه بده سالتون کامل شد. ما آقای احمد عزیز دو تا اصطلاح شرعی داریم، به یکی میگن فرقه، به یکی میگن مذهب. فرقه به اون گروهی گفته میشه که اعتقاداتش و افکار کلیش با گروه های مسلمان و با مسلمانان فرق بکنه. مثلا شیعه که یک فرقه هست که میگه اصول دین 5 تا هستن، اما مذهب به اون روش فقهی میگن، به استدلال‌های فقهی میگن، اونا دیگه فرقه حساب نمیشن. شافعی و مالکی و حنبلی و خب اجازه بده آقای عزیزم، اجازه بده آقای احمد، صدات پایین آوردم تا من توضیح بدم. صدات پایین آوردم گوش کن. صدات پایین آوردم. عرض به حضورتون آقای احمد، در نتیجه شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی اینها فرقه نیستند، اینها مذهب هستند، به این معنی که روش فقهیشون و استدلالهای فقهیشون با دیگران فرق میکنه. اما فرقه اونه که اعتقادش فرق بکنه، مثل شیعه که میگه اصول دین 5 تا هستند، اما در میان اهل سنت نه شافعی نه حنفی نه مالکی و نه حنبلی هیچ کس نمیگه اصول دین 5 تا هستند، میگن توحید و نبوت و معاد هستند. در نتیجه فرقه به گروهی گفته می شود که اعتقاداتش متفاوت باشند. مذاهب اسلامی یکی شافعی باشه، یکی مالکی باشه، یکی حنبلی باشه، یکی زیدی باشه، یکی سلفی باشه، اینا مذهب هستند و اینها جزء فرقه شمرده نمی شوند و پیامبر و به خاطر مذهب، اختلاف مذهب هم کسی به جهنم نمی رود. یعنی در روز قیامت اگر یکی به یک مذهب عمل کرده، به یک روش فقهی عمل کرده، گروهی به روش فکری دیگری عمل کردن، قطع شدید، گروهی به روش فکری دیگری عمل کردن، روش مذهبی دیگری عمل کردن، به جهنم نمیرن. فتوا هست، فتوا متفاوت هست، مثل این که فتواهای مثلا ناصر مکارم شیرازی با آیت الله سیستانی با خمینی فرق میکنه. این 4 تا رو نمیگن 4 تا فرقه هستن، اینا رو میگن یک فرقه هستن. چرا؟ چون اعتقادشون یکیست، شرکیاتشون یکی هستن، کفریاتشون یکی هستن. اینی که اصول اسلام بیشتر از حد معمول میدونن یکی میدونن، حالا تفاوت فتوا داشته باشن، اینها مذهبشون متفاوت هست. در نتیجه
اونجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فرقه ها 72 تا 73 تا هستن وارد جهنم میشن، یکی به بهشت میره، هدفش بعد ازش پرسیدن در پایان حدیث گفتن چه کسانی به بهشت میرن؟ فرمود ما انا علیه و اصحابی، کسانی که به راه من و صحابه من باشند. آیا شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی همهشون به راه پیامبر و صحابه هستن یا نیستن؟ هستن. چه کسانی بر راه صحابه نیستن؟ آخوندها، مراجع تقلید، خوارج، روافض، معتزله و خیلی از این گروه هایی که در واقع مسیری غیر از مسیر اسلام طی کردن.